جدا رو یه مادرم قسم با ستان تو جدا رو یه مادرم قسم با ستان تو علقه شده سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با یک ویدیوی جدید در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و این ویدیو یک ویدیوی مفید براتون باشه. میخوایم که از کامنت های بسیار با محبتتان سپاسگزاری کنم. امیدوار هستم که لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. لایک کردن شما دوستای عزیز باعث ازی میشه که ویدیوها رو بیشتر از دوستای ما ببینن. لطفاً لایک فراموش نکنین. ممنون میشم اگر ویدیوها را به دوستایتان ارسال کنین که فکر میکنین که اونام به این ویدیوها ضرورت دارن. موضوع ویدیوی امروز ما آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است از احمد ظاهر عزیز. ای خدا مادر من باز به من ده. دوستای عزیز، این ویدیو را من خاص به خاطر ازی تهیه میکنم که فردا که 11 نوامبر است، 1 سال میشه که مادر جان عزیزم از این دنیا متاسفانه رفته و ما را تنها مانده. مادمی روزا بسیار زیاد اشک در چشمای من، تمام قصهاش، تمام خاطرهاش در فکر من. ما از این خاطر بسیار زیاد میخوایم که یک کاری بکنیم که یعنی خدا یک کم آرامش بتم. و ما همیشه دوستای عزیز، من یک کسی هستم که عقیده دارم به خدا. من عقیده دارم به ای که ما دوباره بعد از مرگم یکی دیگه خدا میبینیم و یعنی من در پالوی ازی که عبادت میکنم و برای مادر جانم دعا میکنم. من همچنان به این عقیده هستم که موسیقی یک مدیتیشن است و انسان 100% به آرامش میرسانه. مادر من بسیار زیاد موسیقی را دوست داشت دوستای عزیز و حتی در روزهای آخرش که بسیار مریض بود مرا میگفت که بچه‌م بخوان، برای ما بخوان، آهنگ بخوان. وقتی که من برش میخواندم مادرم گریه میکرد. میگفت مادر من خود میخوانم برای که خوش شوی، چرا گریه میکنی؟ میگفت بچه‌م صدایت بسیار پرسوز است. میگفتم خیلی مادر نمیخوانم. باز میگفتم خیلی برو آهنگای شاد میخوانم برات. آهنگ شادم که میخوانم گریه میکرد. باز میگفتم مادر آل چرا گریه میکنی؟ میگفت بچه‌م امی آهنگای شادم خودت پرسوز میخوانی. هر قصه ازو مثل یک کتاب برای من خاطر است. هر لحظه در فکرم میاد، هر لحظه ما همراه ما است. اصلا مادر ما خودش یک هنرمند بود. هنرمندی نبود که بیرون از خانه بخوانه. هنرمندی بود که همیشه در خانه میخوان. ما را همیشه با موسیقی بزرگ ساخته بود. صدای بسیار زیبا داشت و از وقتی که من یعنی به یادم میاد، طفولیتم یادم میاد که همیشه صدای مادرم در خانه پیچیدگی بود. مادرم همیشه میخوان. او وقت من نمیفهمیدم، ولی حالا میفهمم که بعد از اینکه باز من در موسیقی خودم
آموختم فهمیدم که مادرم همیشه راگ بهروی را میخوان و البته فامیل مادرم همچنان هنرمندا بودن. هنرمندی نبودن که سرشناخته باشن، ولی در بین خود و فامیل خود، دوستای خود، مثلا مامایم قیچک می نواختن و می خواندن. من با صدای مادرم، با موسیقی مادرم بزرگ شدم و امروز ما مدیون ازی هستم. در پالوی ازی که مادرم یک خانه بود و یک مادر بسیار خوب بود، مادرم یک حس بسیار بشر دوستی داشت. مادرم بسیار زیاد میخواست دیگران رو کمک کنه، فقیران رو زیاد دستشان نمیگرفت و همیشه میخواست که دیگران رو خوش بسازه و ما از خداوند میخوایم که بر من توانایی زیده بده که من همون هدف مادرم پیش بگیرم و کارایی که مادرم خوش میساخت او رو من ادامه بدم. که یکی از کارهایش امی بود که او بسیار موسیقی را خوش داشت و بسیار طرفدار ازی بود که دوستا وقتی که میشینن، فامیلا وقتی که میشینن، به عوض ازی که غیبت کنن، به عوض ازی که گله گذاری کنن از یکی دیگه، اینا موسیقی بخوانن و شادی کنن و برقصن و وقت خود خوش بگذرانن. ما خوشبختانه که اینمی حس مادر جان ما همچنان به حرص گرفتیم. دوستای عزیز، من از شما بسیار آرزومند هستم که اگر مادرایتان همراهتان است، در قید حیات هستن، از هر لحظه که با اونا هستین لذت ببرین، خوش باشین همراهش. وقتی که گپ میزنین لذت ببرین، وقتی که نان میخورین لذت ببرین، وقتی که میشینین در خانه لذت ببرین. واقعا انرژی مثبت مادر بسیار زیاد بزرگ است و سازنده. انشالله که دعا میکنیم که در پلوی همه مادرایی که از این دنیا رفتن، مادر ما هم در پناه خداوند باشه و خداوند برش اجر بده و روح روانش شاد باشه. میریم دوستای عزیز، به می امیدواری آهنگ زیبا رو شروع میکنیم. دوستای عزیز، این آهنگ در هارمونیک ماینور سکیل جور شده. در هارمونیک ماینور سکیل قسمی بود که سر گا و سر نی ما فلت و یا کمال بودن. این دو تا کمال هستن و ما البته دوستای عزیز این ما آهنگ از سی میخوانم، از سی سکیل میخوانم و این یک نوع از سی ماینور سکیل است که امین نوش سی هارمونیک ماینور سکیل است که در اینجا گا و دی ما فلت و یا کمال هستن. البته در این آهنگ اردوی گا استفاده شده و میریم این آهنگ ما از اینمی سکیل، یعنی سی ماینور سکیل، سی هارمونیک ماینور سکیل آرو و افرو میکنیم. دوستای عزیز، این آهنگ یک رنج صدای بسیار زیاد کار داره، یعنی اینه قدر از اینجا تا اینه قدر استفاده شده نوت بسیار زیاد است. اینه قدر نوت استفاده شده و شما اگه صدایتون در اینجا نمیرسه کوشش کنین که از نوتای پایین تر بخونین، ولی صدای ما میرسه، از اون خاطر ما از این سی میخوانیم و همچنان به چیزی که از سی همیشه کار کردیم و میخوایم که آسان شد براتون. یه دفعه رو افرو میکنیم. ساری کما پا دانی سا سانی دا پا مگری سا. البته انتروی از این آهنگ که گیتار است و او نمیشه که با هارمونیا او رقم موسیقی دادن بنوازه، ولی ما یک چیز که با هارمونیا میشه ایره می نوازم. انترو اینطوری یک انترو و اصلا باز آهنگ احمد ظاهر عزیز از اینمی کورد، یعنی سی ماینور کورد آهنگ شروع میشه، اما از سکند انورژن سی ماینور کورد آهنگ شروع میشه، یعنی که این دو تا نوت از اینجا میای انتر. اگر این دو تا نوت در جایش می بود تنها سی می آمد، این رقم می شد که این فرست انورژن کورد بود. اما آل ایم آمده از اینی
گام آمده از اینجا دیجا. پس این second inversion chord شد. C minor second inversion chord است اینطور. آهنگ از اینجا شروع میشه، یعنی از پا آهنگ شروع میشه. ای خدا ای خدا مادر من باز به من ده. من میره اول یک دفعه امرای یک انگشت کار میکنم، باز رو پیش میریم. ای خدا ای خدا مادر من باز به من ده. باز از اینجا راستن ما کرد رود کرده میگیریم. سی ماینر کرد یعنی رود کرد دفعتن اینجا میگیریم. مادر من اختر من گوهر من باز به من ده. یعنی آهنگ بعد از که ما رود کرد گرفتیم، آهنگ از پا شروع میشه. مادر من اختر من گوهر من باز به من ده. پس آهنگ دمی سی ماینر کرد یعنی رود کرد استارت میشه. میلودیش قسمی است که آهنگ که دست سی ماینر کرد استارت شد، باز بعد از او از این منجا میلودی هم شروع میشه. آهنگ پس دوباره سی ماینر کرد استارت میشه. همراه یک انگشت انتری آهنگ همچنان از اینمی سی ماینر کرد است، ولی انتریش از سه شروع میشه. جدا ز روی مادرم خستم با ستان تو. دوستای عزیز اینجا دیدین که شما شد گم چنان استفاده میشه. شما یک بار دگام ببینین. جدا ز روی مادرم خستم با ستان تو. علقه شده به گردنم ماه تو سمان تو. شعله زند به جان من نور ستارگان تو.
ای خدا مادر من باز بمانده. خب همراه یک انگشت آهنگ همونطور دیدین که شما در سی ماینور کورد دوباره استارت شد. همراه یک انگشت جدا ز روی مادرم قسم به ستان تو، علقه شده جان من نور ستارگان تو. ای خدا ای خدا مادر من باز بمانده. همین تمام آهنگ دوستای عزیز. امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتان کاسی های ویدیو رو ببخشین. میریم دوستای عزیز این آهنگ در دادره تمرین میکنیم. البته این آهنگ 6 تا ماتره داره، یعنی در دادره ساخته شده، یعنی 6-8 تایم سیگنیچر است. جدا ز روی مادرم قسم به ستان تو، جدا ز روی مادرم قسم به ستان تو، علقه شده به گردنم ماه تو سمان تو، شعله زند به جان من نور ستارگان تو. ای خدا ای خدا مادر من باز بمانده. مادر من اختر من گوهر من باز بمانده. مادر ناز پرور من باز بمانده. قسم به نام پاک تو بزرگی قرآن تو، قسم به نام پاک تو بزرگی قرآن تو. خار بود به چشم من بهار تو خزان تو، تنگ بود به چشم من زمین تو زمان تو. ای خدا